درود بینندگان عزیز، بخش نوبتی برنامه خبری پیام نیوز را آغاز می‌نماییم. در استودیو با شما شهرت رحمت الله. اینک متوجه باشید به سرخط مهمترین خبرهای روز. دلشاد نظرов با اردن شرف درجه 1 سرفراز گردید. همسر پسر کبیری را کمیته دولتی امنیت ملی گروگان گرفت. برای جشن استقلال 9 میلیون دلار مصرف می شود. برای ماهانه معلمان پول نیست. دلشاد نظرов قهرمان بازی‌های المپیک ریو 2016 در برزیلیا شام امروز به دوشنبه آمد و با رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در قصر ملت صحبت کرد. با پیشواز او در فرودگاه هزارها نفر جمع آمده بودند. السلام علیکم هموطنان عزیز. چه ما گفتگی بودم این غلبه همه ما همه مردم تاجیکستان. من از هر یک شما منتدار هستم. رحمتی کلان شما ده. تشکر زیاد. همچنین چند از کارمندان نهادهای دولتی از جمله رستم امامعلی پسر رئیس جمهوری تاجیکستان با پیشواز او به فرودگاه دوشنبه آمده بودند. دلشاد نظرов بعد از داخل فرودگاه بیرون آمدن با پیشوازی با شکوه مردم روبرو شد و همگان با یک صمیمیت بزرگ پیشواز می گرفتند. دلشاد نظرов بعد برآمدن از فرودگاه سوار کابریولت شده خیابان مرکزی پایتخت را سیر نمود و سپس برای واخوری با پرزیدنت وارد قصر ملت شد. قبلا رئیس جمهوری تاجیکستان وعده داده بود که برای برنده مدال طلایی المپیک 300,000 سومانی می‌دهد. طبق این وعده امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به دلشاد نظرов 300,000 سومانی تحفه و اردن شرف درجه 1 را تقدیم کرد. همسر روح‌الله طلازاده با همراه فرزند 4 ماهه‌اش در اداره کمیته امنیت شهر دوشنبه قرار دارد. طبق اطلاعی که به پیام نت رسید صبح روز جمعه همسر روح‌الله طلازاده زین‌الدینова میجگانه همراه فرزند 4 ماهه‌اش به اداره کمیته امنیت شهر دوشنبه دعوت شده است و تا به حال در امنیت قرار دارد. قابل ذکر است که همسر روح‌الله طلازاده پیشتر هم بیش از 10 مرتبه به اداره های پلیس و امنیت برای بازپرسی دعوت شده بود. احتمال می رود خانم زین‌الدینова میجگانه برای فعالیت های سیاسی همسرش در خارج و شرکت در اعتراض ها برای حمایت از حقوق زندانیان سیاسی و وکیلان زندانی به اداره کمیته امنیت برای بازپرسی دعوت شده است. روح‌الله طلازاده فرزند کلانی محیدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می باشد و از سوی نیروهای امنیتی کشور تحت پیگرد قرار دارد. همسر و فرزندانش همچون اسیر نیروهای امنیتی نگاه داشته می شوند و از آنها به عنوان اهرام فشار استفاده می کنند. خبرگزاری ها اطلاع می دهند که جشن 25 سالگی استقلالیت تاجیکستان 9 سپتامبر به فرق از سالهای دیگر با شکوه و جلال باز هم بیشتر تجلیل می گردد و از شمول سرخرجترین عیدها در کشور به حساب می رود. صرف و خرجات تجلیل این سنه تاریخی حدود 7 تا 9 میلیون دلار را تشکیل می دهد. این خراجات از بودجه به این هم کساد جمهوری پرداخته خواهد شد. کارشناسان می گویند که چون این جشنهای سرخرج برای تاجیکستان بر این دولتی با پول سازمانهای خارجی نیازمند و میلیاردها دلار قرضدار از بانک‌های جهانی ضرورت نداشت و با مبلغ آن امکان دارد 8-9 مکتب مجهز با تکنیک زمانوی ساخته شود. یا همین مقدار بیمارستان و نقطه‌های طبی در گوشه‌های مختلف جمهوری بنیاد شوند که مردم بیشتر به آن نیازمند هستند. از این پیش خبر رسانه‌ای گشته بود که حکومت برای خریدن انسولین و دیگر داروواری برای بیماران قند در تاجیکستان در بودجه خود مبلغ نیافته است و این را مسئولین به کسر بودجه در 6 ماهه اول بستگی داده اند. امامعلی رحمان سازمان دهنده این چاره‌بینی در این اواخر درخواست نموده بود که در تجلیل عید استقلال به افراط راه ندهند و از خرجات بر زیاد جلو بگیرند، ولی معلوم می‌گردد که سرچشمه اسرافکاری ها در کشور کی بوده است. اکنون مختصر از خبرهای منطقه و جهان.
یک مرد موزدوز با نام مخشت مرسی از استان وارانسی شمال هندوستان به رسانه‌های هندی گفته است که سال تولدش 1835 می باشد و 181 ساله شده است. مقامات هندوستان و حجت‌های تصدیق کننده شخصیت این پیرمرد در واقع 181 ساله بودنش را تصدیق می‌کنند. در یکی از مرکزهای ورزشی شهر شیمه بلژیک شام امروز ترکش رخ داده، یک نفر هلاک گردیده 4 نفر دیگر مجروح شدند. وضع 2 نفر از مجروح شدگان وزنین بوده است. هنگام ترکش در داخل بنا 5 نفر قرار داشته اند. گفته می شود که قسم بنا خراب شده، احتمال زیر خرابه ها آدمان باشند. مقامات ازبکستان یک موضع بحثی در مرز این کشور با قرغیزستان را تصرف نموده 4 شهروند قرغیز را در این منطقه بازداشت کرده است. رسانه‌های ازبک با استناد به وزارت داخله ازبکستان ادعا کردند کوه اونگرتاآ که در مناطق مرزی مورد بحث این کشور با قرغیزستان واقع است جزء خاک ازبکستان محسوب می شود. بر اساس این گزارش این 4 شهروند قرغیز در بازداشتگاه قرار دارند و برخورد با آنها بر پایه قوانین ازبکستان صورت خواهد گرفت. اینجا به پایان برنامه خبری پیام نیوز رسیدیم. برایتان خبرهای خوش و سرور زندگی را تمنا می نماییم. خیر، خدا نگهدارتان.